سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر باشه. من دکتر محمد شهسوارانی هستم، در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو یه ایرادی رو میخوام بهتون بگم توی ویندوز 11 مربوط به اینه که دسترسی به اینترنت قطع میشه. میبینین این حالت رو؟ ما آدرس سایت داریم، هر چی میزنیم میگه not found، در حالی که این پایین ممکنه که میگین اینترنت هم وصل شده ولی چی نمیتونه کار بکنه بهش. میبینین علی‌الظاهر وصله به اینترنت ولی وصل نیست. خب چیکار میکنیم؟ خیلی راحت. میایم اینجا روی این سه تا پنجره ستینگ می‌نویسیم کنترل پنل. اوکی، میریم توی کنترل پنل، میریم تو بخش نتورک اند شیرینگ. خب توی نتورک اند شیرینگ روی این کانکشنتون کلیک میکنین. روی کانکشن که کلیک کردین بخش پراپرتیز، میاین توی پراپرتیز گزینه TCP/IP 4. خب اینترنت پروتکل ورژن 4 روش دابل کلیک میکنیم. به طور معمول اینه obtain IP ادرس داره، obtain DNS سرور، جفتشو میزنیم بالا، اتوماتیکالی